4 مدالی پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان در صربستان دستاورد بهترین ورزشی تاجیک در سال 2020 می باشد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در قهرمانی جهان اید به سامبوی ورزشی 4 ورزشگر داخل بود. با یک مدال نقره اکمال‌الدین کریمов در وزن 57 کیلو و 3 ورزشگر دیگر کامرانشاه استوپریان، خوشقدم خسرو و سامیجون شکرو با گرفتن مدال برنجی مشرف گردیدند. مدال نقره در قهرمانی جهان برای اکمال‌الدین کریمov هفتمین جایزه است. او 11 مرتبه در قهرمانی سامبوی جهان شرکت ورزیده، در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو 4 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفته است. وی میگوید رقابت در مسابقه امساله برایش مشکل تر بود. وخوری اول در این چمپیونات جهان با پهلوان از دولت فرانسه بود دست بالا شدم. وخوری دوم ورزشگر از جمهوری ازبکستان بود که من غلبه به دست آوردم. در وخوری نیم نهایی ورزشگر از جمهوری اوکراین بود که خیلی آزمایی پرشدت گذشت و من باز دست بالا شدم. در وخوری فینالی با پهلوان روس آزمایی کردم. با یک آگاهی من آزمایی رو باختم. در این چمپیونات جهان مرتبه 4 سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم. خوشقدم خسروف که سال 2018 با عنوان قهرمان جهان دست یافته بود، 2 سال اخیر در رقابت‌ها در وزن تا 62 کیلو برنده مدال برنجی گردیده است. ضمناً در تاریخ ورزش تاجیک او بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سومین ورزشگر از تاجیکستان است که مدال طلایی قهرمانی جهان را اید به سامبوی ورزشی به دست آورده است. وخوری نیمه نهایی من این ورزشگری اوکراینی بود که او را مغلوب کرده با وخوری فینالی برآمدم. و وخوری فینالی من با ورزشگری روسیایی بود، رسلان بагдاساریان که من او را با حساب 2-1 مغلوب بودم و آرزویی که در دل می‌پروردیدم چمپیون جهان شدن. خدا به شکر که سال 2018 به من مشرف گردید که چمپیون جهان شدم. به دلیل پاندمی کرونا ویروس امسال فدراسیون بین المللی سامبو بسیار مسابقه ها را لغو کرد. ورزشکاران تاجیک هم نتوانستند در چند مسابقه بین المللی اشتراک نمایند. ما قریب که با همین مشکلات پاندمی کووید 19 قریب 6 ماه ورزشکاران ما نتوانستند که پورا مشق ورزی کنند. یعنی که از ماه اپریل تا ماه سپتامبر تالارها بسته بودند و بعد آن ما تا 2 ماه یعنی که شروع کردیم با آمادگی این چمپیونات جهان. تا آخر موسم امساله پهلوانان تاجیک امکان اشتراک در یک مسابقه بین المللی را دارند. آنها به جام جهانی به خاطر پایه‌گذاری سامبو آناتولی خارلامپیف که روزهای 18 و 19 دکبر در شهر مسکو روسیه برگزار می شود آمادگی می بینند. و فکر میکنم که در سال 2021 در موسم دیگر ما میتونیم که همون نقشه‌ای که بود همه طبق هم نقشه‌ها هست و چمپیونات جهان امسال در شهر مسکو، سال آینده در شهر مسکو برپا می‌گردد و دیگر مسابقاتی که طبق هم نقشه تصدیق شدند در هم دولت‌ها، اگر که همون مشکلاتایی که در این سال بود اما برطرف شود با ما فعالتر و ورزشکاران ما در بسیار مسابقه‌ها با شماره زیاد یعنی که شرکت خواهد کرد. با وجود مشکل‌های امسال، سامبوچیان تاجیک موسم را با برار ارزیابی می‌کنند. میگویند تلاششان برای به دست آوردن زینه‌های از این هم بلندتر است.